داستان امروز موش کوچولو و چراغ جادو. روزی از روزگارها در خانه دنج و گرم موش کوچولویی زندگی میکرد به نام میلو. میلو موشی شجاع و کنجکاو بود. یه روز که زیرزمین خونه‌اش را تمیز میکرد یه چیز درخشان پیدا کرد، چراغ قدیمی و غبارآلود. میلو چراغ تمیز کرد و ناگهان با یه جرقه و دود رنگارنگ یه جن کوچولو و مهربون از اون بیرون آمد. جن به میلو گفت 3 تا آرزو کن تا برآورده کنم اونا را واسه. میلو برای اولین آرزویش آرزو کرد که تمام خونه‌اش پر از کتاب‌های قشنگ و رنگارنگ از تمام جهان بشه. ناگهان تمام خونه‌اش پر از کتاب‌های قشنگ. دومین آرزوش این بود که با تمام حیوانات جنگل دوست بشه. ناگهان سنجاب، خرگوش، فرد و جغد پیر به دیدن اون اومدن و با اون بازی کردن. به محض اینکه میلو این آرزو رو کرد، چراغ جادو درخششی کرد و جن به آرامی ناپدید شد. اما جادوی آرزوی میلو باقی ماند. از آن روز به بعد هر شب داستان‌های زیبا و رنگارنگ به خانه کودکان پرواز می‌کردند و لبخند بر لبانشان جاری می‌شد.